дуруд шунавандагони гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи асари дар он дунёи нависандаи халқии Тоҷикистон Фазлиддин Муҳаммадиев дар қироати ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон Бобохон Сатторӣ. оғози гуфтори чорум. تو رازگو هستی، گفت او قهقه خندیده. من تو را برای همین خصلتت دوست می دارم. نلق، من در این موضوع ها بسیار چیز خوانده و شنیدم، لیکن از یک گوشم می درآید و از دیگرش می رود. چیزی در مینم تحسین نمی شود. چرا؟ چون که همه گپ های عمومی و یگان تأثیرات انیق و معین نیست. ای بیچاره یکی، چی بودن ابدیت را به خود تصور کردن نمی توانی؟ گفت او با آهنگ معلمی از کار خسته شده ای که بعدی درس با شاگردی قفا ماندهش مشغولیت علاوگی می گذراند. خیر، بگو که چند سال تاریخ را تصور کرده می توانی؟ چند سال؟ گیریم 5-6 هزار سال را. بارک الله، حالا هم درستی، گفت اسکندر. این 5-6 هزار سالت را یک سومانو، یک حوزی نه، یک استادیونی 100,000 جای نشسته را پیش نظرت بیار. استادیون به این مسئله چی دخل دارد؟ کارت نباشد پیش نظرت بیار. گفتم بیار. خیر، انا آوردم. اکنون تصور کن که همین استادیون را لبالب از ارزن پور کردن شد. خشکی باشد. اکنون فرض کن که در هر 100,000 سال یک مرچه آمده از همین خیرمن معظم فقط یک تا دانه گرفته میبرد و تمام شد. انا اکنون حساب کن مدتی که مورچه به همین طریقه همه ارزن استادیون را کشانیده تمام می کند، در پیش ابدیت همچون یک دانه ریگ است در بیابان قراقم، چون قطره آب است در اقیانوس آرام. فهمیدی ابدیت چیست؟ ها، گفتم من در حالی که از گلویم به زور آواز می برآمد و حس کردم که دیپلم و اتستات و شهادت نامه هایی در خانه جمع کردم را گویا با مهنت حلال نه بلکه با راهی به شأن آدم نامناسب به دست آورده باشم. افسوس که حالا اسکندر در پیشم نیست. وای باشد کس زیق نمی شود. اسرافیل؟ ها، سیر نشدی از خواب؟ نه، رسا امتی خواب بوده یا؟ ما با تو چی عهد کرده بودیم؟ دویمان جوره می شویم گفته بودیم. نباشد رویت را به من گردان. ای مرده، گپ زن. حاضر گفته پهلو گشته چشمانش را باز پوشید. با امید آن که خواب برد شراب نوشیده بودم. نباشد در جمعیت علمای اسلام به این گونه گستاخی جرأت نمی کردم. به این هم به پپیراز کشی به موی سرم، به فوتا اپرات برداشته گشتنم کج نگاه می کنند. ارواح زند این کسری هرینه مرا. اگر چمدان ها در شکم سملیات نمی شد، به خودم یگان چیزی خواب آور اوکال می کردم. خرطوم شهری اما کلانم نیست که برابر فرود آمدن به گوشه غلیده علم بیخوابی را بستانم. اسرافیل، چی؟ نگاه کن، بیابان را ببین. انا دیدم چی شده است.
تخم هم صحبت عنقا شده است. 4 تا گپ زن میگویم. تو از عمر خیام چیزی خوانده ای؟ گوش کن. وی گفته است: در خواب بودم مرا خیرتمند گفت، کس خواب کسی را گلی شادی نشکوفت. چیز چی کنی که با اجل باشد جفت؟ برخیز که عمرهات میبایی خفت. مضمون ربایی را به قدر توانم ترجمه کردم. اسرافیل گفت: معلوم شد که در خواب هم حکمت‌های عجایب شنیدن ممکن بوده است. بی خواب عزیزم. من به خیال درد خود، ملا به فکر قاش من گفته بوده است یک زنی بیمار. حجره در روی نیل. در ایروپورت خرطوم ما را سفیر SSSR در رسپوبلیکای سودان رفیق سیلین و دیگر خادمان سفارتخانه پیشواز گرفتند. این اگر تگی گپ را کاویم، ظهورات احترام رسمی حکومتمان بود نسبت به اعتقاد دینی مردم. ما هم آدم چکنه نبوده ایم. از روی عادتش مرا از زیر بغل گرفته راهروان گفت اسرافیل: سفیر جانشینی رئیس حکومت حساب می یابد. من همین خیل شنیده بودم. بعدی حج مرتبت باز بلندتر می شود. آنگاه تو را احتمال خودی رئیس پیشواز بگیرد. اسرافیل یک آه کشیده ماند. ایروپورت خرطوم نظر به فرودگاه قاهره خردتر، کم شکوهتر، اما همان گونه نو و خوشنما بود. به پیش ایوان، صحن وکزل و بالاخانه اش سودانی های بسیاری برآمده ما را تماشا می کردند. به یکی از زلها در آمده نشستیم. خادمان سفارتخانه امان پاسپورت های خارجی، اویابیلیت و شهادتنامه های طبی ما را برداشته رفتند تا از قید و دیگر زینه های رسمیت گذرانند. سفیر و قاریکه از پیشگاه جای گرفتند. ما در پیش آنها دوره نشستیم. با اشاره سفیر چای آوردند. یکی از خدمتگاران بوفت با پیاله ها شکر و چای میریخت. دیگری از پس او کوزچه در دست حاضران را دور زده به بالای چای شیر علاوه می کرد. عادتی اینجا همین. به مهمان اول چای می آرند. شرح داد سفیر. عادتی ما تاجیکان بر این بوده است، گفتم در دلم. لیکن به چای من بیهوده شیر انداختند. سرم کل و دلم نازک گفتگی بر این. من شیر را بهوده و بیهوده نوشیده نمی توانم. خادمان سفارتخانه درباره رسپوبلیکای سودان، خلق آن، عرف و عادتهای مردمانش حکایت می کردند. سودان از جهت وسعت خاکش دومین دولت کلان افریقا است. بیشتر از 12 میلیون اهالی دارد. مملکتی چندان ترقی ناکرده بوده اساساً به خواجگی قشلاق مشغول است. مردمانش پخته مهینخ، ارزن، گندم، جوار مکه، جو، چارمغز زمینی و خرما پرورش می کنند. چارواداری خوب ترقی کرده است. فقط از اشتر 2.5 میلیون سر موجود است. سودان در اکسپورت شلیم درخت که در صناعت طب کار می فرمایند در عالم جای یکم را اشغال می کند. صناعت هنوز درست انکشاف نیافته است. وی از کارخانه های میده پخت تازه کنی، خوراکواری، چوب و تخته، بافندگی، کانهای کم محصول تیلا و نمک، ستانچه های اولوی الکتر، استاخانه های تعمیر راه آهن، اتومبیل و اویاسیونی عبارت است. در حیات سیاسی مملکت 2 جریان، 2 گروه دینی اشتراک می کنند. جریان ختمیه و انصاری.
راهبران هر کدام از این جریان ها در معروضه و معلومات های رسمیشان تاکید میکنند که 9 میلیون مسلمان مملکت پیروی آنهاست و حال آنکه مسلمانان همگی 9 میلیون نفرند. تقریبا 3 میلیون باقی مانده اهالی سودان جنوبی، قبیله های نیلی، شیلوت‌ها و غیره قسما اعتقاد نصرانی دارند، قسما رعد و برق کرکدن و دریا بر این خداهای ابتدایی قدیمی خود را ستایش می کنند. معارف به واسطه 3 خیل مکتب جاری می گردد: مکتب صاف دینی، دولتی و خصوصی. در خرطوم دارالفنون، انستیتوت پلی‌تکنیکی، آموزشگاه های هنرمندی هست. به زبان های عربی و انگلیسی یک چند گازیته کلان هر روزه نشر می شود. از بس که همه این قدم های اولین مدنیت نوی ملی است، حالا 95% مردان و 98% زنها بی‌سوادند. سالهای سال از روی شریعت به عوض عروس قلین گرفتن باعث بدبختی علاوگی بسیار خانواده ها می شد. مردها تمام عمر کار کرده پول و مال گنداران هم از عهده قلین دادن برآمدن نمی توانستند و عمرشان بی زن و فرزند می گذشت. به نزدیکی حکومت ریسپوبلیکا قرار برآورده است که پدر و مادران از روی شریعت قلین بگیرند، میلشان، لیکن ارزش آن از 30 پوند جنیدی سودان زیاد نباشد. در مملکت عنعنه‌های عجایبی جاری می باشد که حکم قانون را دارد و به ساحه اخلاق و آداب دخل می کنند. مثلا دروغ گفتن برابر دزدی جنایت سخت به شمار می رود. یا اگر زن یا شوهر به پیمان زناشویی خیانت کنند، سرشان را می برند. اگر علاج سبو گردانیدن جزا باشد، اقلاً دستش را از تن جدا می کنند. اما همچون در دیگر دولت‌های مسلمانی، هر مردی که مال و پول بسیاری دارد با رعایت قانون و قاعده ها خود را پابند کرده نمی شیند. یکی از چاره‌داران دولتمند که زیاده از 100,000 سر اشتر دارد، هر سال چند دختر جوان را به زنی می گیرد، زن را می گیرد و مدت با او زندگانی کرده، بعد به اختیار وی مقدار اشتر را با خدمتگاران می سپارد. زن اشتران را به چراگاه های دور دست برده چرانیده، پس از 1 سال بر می گردد و به قطار زنهای صوفی بای داخل می شود. حالا شماره زنهای آن بای به 93 نفر رسیده است. ریسپوبلیکای سودان با مملکت ما رابطه های خوب دارد که به منبع اوج گرفته به نفع طرفین مستحکم شدن آن چشم داشتن ممکن است. با کمک متخصصان ما در سودان الیواتورهای بزرگ، زوادهای کلان کنسروی میوه، سبزواد و شیر ساخته خواهند شد. متخصصان سویتی با تدقیق بحر سرخ مشغول می شوند تا که امکانیتی به راه ماندن صید ماهی و ساختن زوادهای کنسروی ماهی معین کرده شود. سفیر به ما محصولات هنرمندان محلی را نشان داد. در گرداگردی زلی که ما می نشستیم، جیوانهای آینه‌کاری گذاشته شده بودند. در رف جیوانها ظرفهای میسین، کرد، خنجر و شمشیرهای دم و دست آشان کنده کاری کرده شده، قبچوق و پرتفیل‌های از پوست ببر، تیمسا یا مارهای کلان افیدوخته شده را به نمایش گذاشته بودند. حالا شما را به مهمانخانه کلانترین شهر گراند هتل میبریم، گفت سفیر. در پیش آن هر بیگاه بازار این گونه چیزها برپا می گردد. سپس صحبت به موضوع دوام سفر ما به عربستان سعودی گذشت. سمالیات های ما از خرطوم پس گشته به مسکو می روند. موافق عهدنامه بین الخلقی بین ایرپورت ما و شرکت های هواپیمایی خارجه، ما را اکنون به عربستان باید یا سمالیات های سودان ببرند یا از آن خود عربستان.
در عرفه عید قربان ما باید در مکه باشیم، وگرنه شرط حج ویران می شود و همین قدر تشویش برباد می رود. راست که تا عرفه حالا 5 روز دیگر هست، لیکن 1-2 روز بر وقتتر رفته منزل گرفتن خوب می شد، چون که مکه شهر مقدس مسلمانان بوده. آن را القرا یعنی مادر شهرها نامند هم. شهر میدیک است و در آن در عرفه عید تقریبا 1 میلیون مسافر جمع شده است. در چنین شرایط سرپناهی یافتن از کارهای سبک نخواهد بود. از خود سودان نیز به حجاز مردم بسیار می رود. فقط در ایرپورت خرطوم 5000 کس به نوبت نشسته است. اکثریت آنها هنوز 1 سال پیش جای خود را در عملیات بند کرده ماندند. ولی ما نباید تشویش کشیم، زیرا سفارتخانه همه ای کاری از دستش می آمدگی را خواهد کرد تا که ما در سری وقت به زیارتگاه برسیم. با ماشین های سفارتخانه سوار شده به سوی گرند هتل راه گرفتیم. راست آفتاب به این قطعه مهر مخصوصی داشته است. حتی با سبز عینک به آسمان بی ابر یا زمین های بی گیاه اطراف نگرید، چشمتان سیخ می زند. از تیریزه های ماشین گویا حور تنور به سر و روی می زند. گاه چنین می نماید که بوی دود به دماغ می رسد. به من از پبیده کاتب سفارتخانه همان توفیق جا رسید. جوانی تخمین 27 ساله، 27-28 ساله، خوشقد و قامت و خوشندام است او. ماشین ها در اینجا از طرف چپ کوچه می گشتند. رولشان در طرف راست. رانندگان ماشین های ما از این جهت ناراحتند. خود در اطراف چپ نشسته اشاره های راهپیمایی را به ماشین های از پس و پیش آینده باید از دریچه راست بدهند. شهر یک چشمه رو یک چشمه شو می گوید مقاله، اما یک چشمه شدن به گفتن آسان. سفارتخانه ما انا در همین جا، گفت توفیق. یک عمارت اطرافش دیوار پیچ و درختزار را نشان داده. بعدتر هنگامی که به مرکز شهر نزدیک شدیم، او به ما سفارتخانه های دبدبه‌ناک شتات‌های متحده امریکا، بریتانیای کبیر، فرانسه و چند دولت دیگر را نشان داد. بناهای 7-8 آشیانه سفارتخانه امریکا از همه عمارت‌ها بلند می نمود. احتمال صاحبانش خرسند باشند که در مملکت دور آفریقا هم موقعی از هم بلندتری را گرفتند. گرند هتل بنای کلان 2 قبضه بوده است. در پیشش به درازی عمارت پیش ایوانی بر هوای طول کشیده است که در آن برای استراحت مهمانان میزها و کرسی‌های بافته خزین گذاشته‌اند. مهمانخانه در ساحل نیل واقع گردیده است. آب کبودی دریای کهن با تمکین در جریان است. از بین مهمانخانه و دریا راه اسفالت پوش می‌گذرد. ماشین های بسیاری که اکثرشون تاکسی های زرد استحصال گرمانیای غربی می باشند در رفت و آیند. پایانتر از راه به ساحل دریا 2 کشتی مسافرکشان به پهلوی هم جفت شده ایستادند. شنوندگان گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی اثر درون دنیای نویسنده خلقی تاجیکستان فضلالدین محمدیف شنیدید. راوی هنرمند شایسته تاجیکستان باباخان ستاری، کارگردان شیرالی نغزلی، محرر عابدجان سیدزاده. انجام گفتار 4